با مقصد تامین اجرای دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت زیاد نمودن مساحت باغات و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات ساکنان جماعت دهاتی لکان تصمیم گرفتند که در زیاده از 3 هکتار باغ نوی سیاه‌آلو بنیاد نمایند. با تشبث رهبریت جماعت تا امروز 10 هکتار باغات نو بنیاد گردیده فعالان و ساکنان دهات در این کار خیر دستجمعانه اشتراک میکنند. روزهای استراحت بیش از 1000 نفر ساکنان دهه بهره شرکت در معرکه نیالشینانی اقدام نموده در برابر بنیاد باغ نو همزمان در دیگر کارهای آبادانی نیز حصه‌گذاری نمودند. بنیاد باغ از قدیم الایام یک از کارهای خیر به شمار می‌رود. پرورش کردن درختان، به دست آوردن حاصل فراوان و پیشکش مردم نمودن مقصد است که بهره آن باغبان پیوسته مهنتی پرمحصول می‌کند. باغ و تاک‌پروری یکی از سمت‌های مهم ساحه کشاورزی است. باعث ذکر است که باغپروری از شغل‌های سردرآمدی کشاورزان لکان بوده. آنها در سمت پرورش و نگاهبینی باغات از جمله درختان زردآلو و رویاندن حاصل خوبی میوگی‌ها تجربه بای دارند و امید است که از باغ نوی سیاه‌آلو نیز حاصل دلخواه به دست آورده می‌شود. بنا به اطلاع رئیس جماعت دهاتی لکان عبدالصمد فاضلов الحال در حدود جماعت بیش از 1400 خواجگی‌های دهقانی انفرادی فعالیت می‌نمایند. آب و خاک و اقلیم این منطقه با پرورش و استحصال میوه‌جات از جمله زردآلو، شفتالو، بادام و سیاه‌آلو، آلوچه و انگور خیلی مساعد بوده. بهره اجرای قرار رئیس ولایت درباره رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و خواجگی‌های دهقانی کشاورزی بابت وسیع نمودن میدان باغ و تاک‌زارها با درک بلند مسئولیت شناسی فعالیت نموده ایستادند. مورد ذکر است که در پرتو دستور هدایت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در جماعت دهاتی لکان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد و در عملگشت سلسله اقدامات بنیادکارانه ساکنان دهه و صاحبکاران محلی سهمگذاری می‌نمایند. باعث قناعتمندی است که صاحبکاران دهه لکان با نشان دستگیری سیاست درست حکومت جمهوری تاجیکستان و اعتماد قوی به فردای نیک وطن محبوب در معرکه آبادانی موقع پیشرفتی را اختیار نمودند. انشاءهای تازه بنیاد خانه فرهنگ، کوپروک دهه، حمام از جمله تدبیرهایند که در دایره تدبیرهای جشنی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهمگذاری صاحبکاران مورد بهره برداری مردم مهنتکاران و سربلند جماعت دهاتی لکان قرار داده شدند.